کنی بمو ما একটা দাঁড়ে একটা আমি নেই ইনকাস بکو یار بریم بینیم Küçük. İyice yakın kız gelmesen arka. نه حالا هیچ که در کار از من خودم گام بزنم باز بسین Ay ya okuyor bak çocuk ne mevcut bin. بیا عیس بسین بیشتر تماشا کنیم نه هی درک این مقبره آدم هم 7 متر Haf ne ye? Çorda. Hey çan metre. دیدی Çan metre. دیدی آنها خودم بوده که Çan metre. من آوازو گفتم که Hozi خیمه دا گفتم اتیان که همینجا چند متره. Hozi ما هیچ کمو انیق چند میدونم اینایی آدم بوده که. همه قد روزی آدم. 14 متر دیلنا человека. Номуш чӣ гуфти ака чӣ? Ма қабия не билету. شما همینجا دا کار میکنی اکا؟ سلام علیکم. نام این کس کی؟ حاضر اکا شاشی نکنید آدماتون بیاد توپ شود همین آدمای ما همش اکا. بیاد همین او رو به گشته شما تمام ایش بیه خیلی دیگه درش در کار نیست اکا. گیرت چی اکا کنی؟ بهتون میخوان تعریف دکار باشد بهتون ها در کار اکا. کی نقل گوش کردنی باشد بهتون. سلام علیکم مهمانو خوش آمدید. نامی من فردوسی من حاضر خوجا دانیار یعنی دانیار علیه السلام مقبرشون زیارت کردیم. میدونیم شما این پیغمبر را نشنیدگی سببش قرآن و نیستن از برای اون کس این پیغمبر را نمیدوند. واسه من فرمانده نقل کردم میتیم. فقط مهمانو پیشکی گم اکسکورسیوم لیکن پولکی خدمت مهمانو سببش خریختگی نالوگ میتید. 20000 تومان میشد. همیشه فرمانده میکنم پرسانشون میره. معقولا مهمان. اکن دقت کنیتون دانیار کی باگی؟ دانیار پیش از میلاد 603 سال قدوس به دنیا با آمدگی. این کس داوود و سلیمان پیغمبر از اولادشون. تولد یافتگیشون به 2621 سال شد. یعنی عیسی علیه السلام 600 سال پیش و محمد علیه السلام 1200 سال پیش یشه کردگی. خدا یک دکته یک خداگی به جرزگی. دانیار یاشگری وقتشون به تعبیری خوبا گفته میتونستن. یعنی یوسف پیغمبر به خشکگی تعبیر چی بودن؟ یک روز بابیل پادشاش نبوخدونصر قدوس زیر میکند و بسیار یاشوی وای با بنی اسرائیل یاشوش قدوس به میبیارد. قدوس این حاضر عراق زمینش به طوری میبیارد. یک روز نبوخدونصر پادشاه خواب میبیند. پادشاه تعبیرچه جغ زده میگه یکم خوابم ثانی و یک تعبیرش گویتان میگه. تعبیرچه میگه ایخن انسان روی زمین به نیست. خوابتون گوید گر تعبیرش میگه. پادشاه جانش براتو و یک کشتان اینا من به دکار نمیگه. اسکرا کتم بره تعبیرچه کشتم به. ادانیارا یاش بچه حالی مانه زبانم یاد نکتگی سکته جغ نزگی بودن. دانیار میبیان بگن که من با کمتر وقتت عبادت کردم به شما با میگم فقط این انسانای دست نکوبید. دانیار عبادت میکنن و گپ میزنن. میگن که شما خوابتون به یک هیکلی کلون دیدگی میگن. هیکل سرش اتیلا ایلکتو که میکشد نقره که نیکتاسانش برانزه پاچش آهن پاچش انگ تگش خاک علای بود میگن. اتف بگی یک سنگ کنده مشد و اومده هیکل پاچش بمیزنه. هیکل شکسته یخ میشد. فقط سنگ میماند. سنگ کلان شده روی زمین از زیر میگیرد. پادشاه حیران شد. تو خوابی من کته دانیار را تصدیق میکنه. دانیار دوام میکنه. دانیار میگن که پیش از خوابتان شما بعد از من دولتم و چی میشد که اوله کگی. خدای قدرتش که اوله کگی سوالتان و جواب خوابتان و داده شد. یعنی خدا شما با کچ قدرت داد. این کچ قدرت که شما دولتتون تیلا دولت کردید. شما یا دولتتون هیکل تیلا سرش میگن. تاریخ خواندگی باشتون گفت بابل دولتش زور دولت گذاشته گیده تقانی تیلا دولت. لیکن این دولتتون یخ میشد جاش به دیگر دولت میاد. این نقره پادشاهی میشد میگن. اینم وقتی ساعتش اومده یخ میشد با دیگرش پسش برونزا پادشاهی آخر آخرش خاک پادشاهی میبیاد میگن. انامچاق خدای قدرتش که یک پادشاهی میبیاد روی زمین زیر که میگیرد. این پادشاهی نه. این اعتقادی نو دینی نو میگن. این گپای پادشاه شنویده گیره کم رساند.
و دانیار با تن میتیه چوکتن به تو من چوکتن به دانیار خوب انیخ کو تعبیر بیان باور کرده دانیار این کلان تعبیرچی کرده میمونه انامچوک دانیار 20 ساله بودن از میانه 40 ساله میگذره تخت ایران پادشاهش دارو یک زرکه میگیره دارو یک میدونم زمین مهانم زرکه کتگی دارو یک تخت اومدن به میبیند که دانیار یک انسانی بزرگ هوا وقت طوری گپ میزنه و دانیار خودش به مسئله چی میکند کمتر وقت گذشته سروزیر کردن öyle میکنه لیکن کلان وزیر رو دانیار پادشاه این نیتش میفهمن و دانیار مکشم یخ میکنه دانیار یخ کردن براش از دینشان فایده‌لانی میکنه یعنی مهمانو همچون میدونیم پیشتر زمان با پیش از محمد علیه السلام قبله قدوس به سجده میکردی دانیار علیه السلام قدوس به نیا کرده یک روز به 3 محل الله به عبادت میکردگی دانیار این عملشون دشمنشون میدونست و پیش پادشاه باز در اومده میگفت این وزیرا میگفت که شما دشمناتون بسیار و یا یافته یخ کردن نکنید هیکلتون میشنونیم پادشاه و پادشاه هیکلش به سجده کنیتون بگیم دیگر الهها به سجده کردن تحقیق میکنیم اگر کی شما هیکلتون به سجده نکند انمون انسان شما دشمنتون میشه پادشاه این گپای مشنوه تو قراره تصدیق میکند هیکل میشنونن پادشاه هیکلش به من رفته سجده میکند دانیار نمیکند این کاری گناه خود آدمای میگردن باید الله ده فقط سجده تو کنی اون کس هم خیلی پادشاه حرمت کنه تو لیکن الله به سجده کنی همچون دانیار میدارن تو پادشاه پریزنوات نکردی تو دانیار شیرها پرچکور به میپرتون شیرها خورد کرد لیکن شیرها دانیار خوردن جوش و پیش دانیار با اومده تعظیم کرده پاچشانه ملیسه توف میکنه شیرها کی بود آخه از ویدیو بگوش میکنه شیرها پیش دانیار رو شته میگیرد دانیار شیرهای اصلاح کرده شیرها که گپ میزنن یعنی خدا دانیار به تعبیری خوب داد و شیرهای حیوانای زبانش داد از بریم امر ساخ سلامت میبرن پادشاه این کس ابرو کده سروزیر کرده میموند عمری دراز دیده دنیا میگذرند بعد از دنیا گذشتگیشون بعد ثانی 90 با یکی 100 با درآمدگی کده تخمین میکنه بابیله سوزا کتگی شهرش با گر میکنن سوزا حاضره ایران ترکیبش با میداره اگر قبر دانیار ایران با سوزا باشد سمرقند و چخیم با آمد و چوه اینقدر دراز 18 متر 18 متر 18 متر این امیر تیمور کی وابسته امیر تیمور هم میدونه تو زرکه کتگی امیر تیمور 15 عصر سرش این کتگیش 1401 402 سال جنگ به مره ترکیه زرکه کتنی رابره امیر تیمور ایران عراق زرکه میگیرن و یک سوز شهرش زرکه کتن نمیتونن چقدر جنگا کننم بی ثمر میگه آدمو میگه که سوزا با دانیار پیغمبر قبرشون است افسانه به نیو کردن با این پیغمبر قبرش جو باشد همجا با برکت جای میشه نه افسانه روایت میگه امیر تیمور جنگ میستونن قرآن میخونن همه عبادت‌های عملای کردن بعدسانی پادشاه با میگن سمرقند با پیغمبر نیست یک پیغمبر قدم جا شود سمرقند بیان بگن و سوز پادشاهش که کلیش کرده قبر دانیار یک کیمچی میبیارن چی آوردگی انیق نه بس خلا میگد خوک میگد بس خلا قبر همیشه میگد بس خلا میگد یک قسمشونه یک دستی راست یکی پاچی راست میگد سمرقند به اساسا پاچی راست میگد از ایرانیا یا خودش دستی راستش امیر تیمور آوردگی میگد اکون چی آوردگی هیچ که یا نمیدونم گوره هیچ کی شده ندیده شترا با بار کرده میبیارن شترا سمرقند با آمدگی وقت ریگستان و رفتگیش نکار بودم سنتر بده مرکز بود لیکن آمده اون شترا انجا میشیند موچک اینجا نمیجومد دیگه نمیرند اینجا سوزا بگی گورش اون بگی جای با مانند تا حالا مانند اخشم میکند از ایران آمدگی ها اخشم میکند اخشم میکند یا خیلی جو خیال میکنه یا خیلی و اینجا با این خدای خوخشش که شد کتاب ویله کرده همجا گور کرده از برای حرمتشون قبر 18 متر میکنن فهمیدتون از برای حرمتشون سونه گیجا با خاکشون ماندگیشون هیچ که نیابد که نرود کتیم درست کردگی سببش پیشتر زمان آدمای ماهان اویله میکردگی قبر اولیا یا قبر پیغمبر کمی از خاگیرن برکه میگرد اویله میکردگی این بالای خالی آدمو که رفته قبر یخ که نفت تو کنم خیلی درست کرده ماندگی
Asoni mo'satdagi versiya ham hast, qadr mo'sat. Lekin چند متر قدی همین آدم بود اگه این odamlar qadashon mohombaring bagi boshad ha butun baland boshad to 2.5 metr bagi mo'lashki. Lekin avval خالی نیست ها خالی mohombaring bagi. To'ri qadash baland payg'ambaro odamlar. تمام اوخه Lekin در اصل کی بود اگه اوخی؟ Chi? در اصل خودش کی بود اگه مودن نوزنک